خیلی مخلصیم. تو این قسمت تو این قسمت ما میخوایم راجع به قسمت دوم، درس دوم، جلسه دوم از برنامه که داریم میذاریم بابت آموزش خدمتتون تقدیم کنیم. توی قسمت ما چه چیزایی رو میخوام بگیم که ما چجور باید پیجمون رو بنویسیم، چجور باید پیجمون رو بسازیم، نیم پیجمون چیه، چجور باید باشه، بایوش چیه، پروفایلش چیه، هایلایتش چیه و الا ماشاءالله. ببین، این چیزایی رو که من الان دارم به شما میگم مسائلیه که شاید از دید خیلی ها پیش پا افتاده و ساده باشه، ولی همین چیزای ساده باعث میشه که یه چیزی رشد کنه. ما عادتهای سادهمون، کارهای سادهمون باعث میشن که بتونیم یه کار بزرگ خلق کنیم. ما میخوایم از صفر شروع کنیم. پس شما در مرحله اول یه دونه پیج صفر رو باید الان شروع کنی بسازی و روز اول این کارا رو بکنی. خب اول میریم سراغ مهمترین بخشا، ساخت هویت اصلی پیج. چون مردم قبل از اینکه پست رو ببینن، قبل از اینکه ویدیو رو ببینن، قبل از اینکه هر چیز دیگر ببینن، اسم پیج رو میبینن، عکس پروفایل رو میبینن، بایو یا همون بیو که همون میشه بیوگرافی پیج رو میبینن و هایلایت. ببین برادر یا خواهر، کاری رو که شما میخوای الان انجام بدی یه کار خیلی بزرگه. یعنی شما به این فکر نکن که یه پیج میخوام راه بندازم. نه، ببین، شما اگر یه مغازه داشته باشیم، تو این مغازه مکسیموم مقدار مشتری که میتونی داشته باشی چقدره؟ خیلی باشه 100 تا، دیگه ما بیشتر از 100 تا که دیگه نداریم. ولی تو یه دونه پیج تو شاید بتونی 500 تا مشتری داشته باشی یا 1000 تا. اصلا مقدارش مشخص نیست، بستگی به نوع فعالیت داره و همش هم میتونی راه بندازی. عذر میخوام، من سرفه میکنم، خیلی ناخوشم. خب اول از همه موقعی که نفر میاد داخل پیج ما، وهله اول پیج رو نگاه میکنه، عکسای پروفایل رو نگاه میکنه، هایلایت رو نگاه میکنه و بیوگرافی پیج رو نگاه میکنه. یعنی تو 3 ثانیه اول تصمیم میگیره که آیا ادامه بده با این پیج یا نه. پس این نکات خیلی نکات مهمیه. اسم پیج باید برند تو باشه. خب حالا من بعدا همش براشون یه مثال شفافم میزنم، اما توی مرحله لازم نیست اسم خفن انتخاب کنی. شروع میکنی، بعدا راجبش صحبت میکنیم و میریم، میتونی پیج رو اسمش رو عوض کنی بعد از این مدت. اسم پیج باید یه چیز ساده باشه، کلمه سازی عجیب یا ترکیب عجیب غریبی نباید ازش باشه. حالا نگاه پیج من نه که زدم کلینیک فورسل، اینو دیگه من واقعا نمیتونم عوضش کنم چون تیکه آبی داره. ولی پیج باید از راجع اون چیز باشه که ما دیدیم پکیجای ترک گیاهی یا ترک اعتیاد، همشون پیجاشون اسمشون یه مدله: ترک یزدانی، ترک مردانی، ترک افغانی، ترک نمیدونم فلان، همشون توی سبکن. خب پس اینا دارن کارشون رو درست انجام میدن، یعنی دو قالب بیزنس و فروش. پیج جدید بساز ولی درگیر اسمش نشو فعلا. مثلا رضا دیلی، رضا انرژی، رضا ویتامین، رضا سوپر انرژی، رضا انرژی 82، چه میدونم یه همچین چیزایی. خب عکس پروفایل مهمترین چیزیه که باید روش فعالیت کنی. اولین قضاوتی که مشتری میکنه یا اون طرف مخاطب میکنه رو عکسته. پس ببین، عکست یکی از مهمترین قسمت‌های داستانه. زرد چرا؟ چجوری باید عکس پروفایل رو درست کنی؟ نه نیم رخ، نه از دور، نور از جلو، نه از نور از پشت. خب نور باید از جلو قشنگ شفاف، پس زمینم یا سفید یا خاکستری یا مشکی. بهتره که
یا سفیدی یا خاکستری باشه، یه لبخند ملی. خب بدون نوشته، بدون شلوغی، که مخاطب فکر کنه قشنگ با خودت در ارتباطه. گرفتی بابا؟ الان با همین موبایل ساده میتونی بهترین عکس‌ها رو بگیری، با ای آی هم میتونی بدی به یه رفیقت، بده برات یه حرکت قشنگی بزنم. اصلا لازم نیست بری استودیو پول خرج کنی. ما هدفمون اینه که با همین موبایل ساده، حتی 7 میلیونی 5 میلیونی دست دوم بتونی کارا رو انجام بدی. خب داخل بیو پیج چی باید بنویسی؟ باید بنویسی کی هستی و درباره چی میخوای محتوا بذاری. خب که اونم باز من بهتون میگم چی بذارید. مثلا می‌نویسی من رضا هستم فلانی، این دقیق من بهتون یه اسکریپت میدم که میگم اینو بذارید پیجتون. بیویی که میخوای داخل پیجت بذاری 3 خط یا 4 خط باید باشه حتما، یعنی حتی الامکان باید پر باشه، به خاطر که از روی بیو پیجته که مردم روی شما قضاوت میکنن. میدونی این یه چیزیه که درسته. بعد باید بنویسی که اصلا کی هستیم. مثلا بنویسیم من سیروسم، آموزش میدم به شما داخل این زمینه. من سیروسم، داخل این پیج دارم به شما آموزش میدم که از 0 تا 100 فروش آموزش ببینید. راجع به شخصیت خودم میگم. حالا تو میگی من فلانی هستم، دانش آموخته مثلا فلانی فلان. خب اینا الان داخل بیوت زیاد آنچنان چیز خاصی نمیخواد بنویسی، چون که اینو داخل قسمت‌های بعدی حتما من بهت میگم دقیق چی بنویس. چون الان من بهت بگم موضوع لوس میشه ذره که بخوام چی بهت بگم چی کار کنی. بعد قسمت دیدی میگن CTA کال تو اکشن، یعنی چی آقا؟ همون لحظه به مخاطب بگی فلان کار انجام بده. مثل من که به شما میگم فلان کار انجام بده، شما به تخمتون میگیرید، دقیقاً همینجوری. مثلا من میگم بیاید الان اینجا رو این مثلا شیر کنید، شما میگی به تخممون، خب دقیقاً همینجوری. ولی این جواب میده، میدونید روی آدمای عادی جواب میده. حالا شما معتادین چون گشادین مثل من، ولی جواب میده. خب هایلایت پیج. تو هایلایت پیج باید دیدی اینا میان چی میذارن؟ رضایت مشتری، کست شیرترین چیز ممکن. یه بابایی رو برداشتن در خیابون آوردن میگن تو صحبت کن بگو ما راضی هستیم. یه مش چیزایی با فتوشاپ درست کردن رضایت مشتری، یه مش فیش رضایت، فیش واریزی. اینا باعث میشه که مغز مردم ناخواسته به نکات مثبت فکر کنه. خب حالا به شما اینجا من میگم که چی بذارید. خب دارم الان ذهنتو آماده میکنم که بفهم این بازی اینستاگرام چجوریه. خب برای شروع فعلا کافی فقط 3 تا هایلایت بذاری. راجب خودت 1، راجب من 2، روز 1 تا روز 90، 3 نکات روزانه. ببین ما داخل این حرکت، ببین من چه کار میکنم. من داخل این ویدیوهام نکاتی میگم، ویدیوهای یوتیوب، که شما بری عینش داخل اینستاگرام انجام بدی و با پیجت به من پیام بدی. یعنی اون کسی که میاد این کار رو انجام میده، من میفهمم این ویدیو رو دیده که رفته این کارا رو انجام داده. در نهایت من به اونی که این کارا رو انجام داده روزانه میام اون آپشن رو میدم که بتونه محصول رو بفروشه. خب چند تا اشتباه رو شما نباید انجام بدی. این چیزها رو هم یادت باشه. 1، اسم عجیب غریب برای پیجت نذار. نمیدونم 82 1 2 3 7 8
MH این کسچرا رو نیزار. عکس پروفایل تار و تخمی نیزار، عکس گل و نمیدونم شنبلیله و چیزا نیزار. بدون بیو اصلا نباید بذاریم. پست بدون اینکه هویتی داشته باشه نباید بذاریم. بدون کپشن اصلا نباید پست بذاریم. پست نذاری پاک بکنی، این کار خیلی اشتباهه. این کارها رو اصلا نباید داخل 90 روز انجام بدیم. خب آماده سازی برای پستگذار روزانه. از امروز فقط شما یه وظیفه داری، یه دونه پیجی داشته باشی که فرش باشه. ما پست‌ها رو از فردا پس فردا شروع میکنیم به گذاشتن. من هی دارم بهت میگم که اینا رو هی آماده بشه. نگاه اینجا فکر کن که تو هیچی نمیدونی. خب چون که من بیشتر از 50 تا پیج آوردم بالا که الان دارن درآمدزایی میکنن تو بیزنس‌های مختلف. و الان این کاری رو که میخوام انجام بدم، من نگاه 99% 100% میگم به درآمدزایی میرسه. 100%. چون محصول من میدونم چیه و میدونم که دارم چه کار میکنم. خب میدونم دارم چی کار میکنم. شاید شما الان ندونی داری چی کار میکنی، ولی من میدونم دارم چی کار میکنم. پست گذاشتن، ما بهت میگیم از فردا یا پس فردا بهت میگیم دقیقاً از کی بذاری. اما پیجتو بساز، اسم پیجتو بذار احمد آندرلاین انرژی، عباس آندرلاین انرژی، عباس آندرلاین بوستر. خب یه همچین چیزایی. بعدن حالا بعد از این مدت میتونیم، بعد از 14 روز میتونیم عوض کنیم. خب عکس میذاری داخل پیجت، بیو میذاری داخل پیجت، باید یه ذره خلاقیت از خودت نشون بدی که تو کی هستی، چه کار میخوای بکنی، یعنی چه کار هستی. بیوگرافی چند سالته، مثلا پاکی، ای تونستی چیزا رو بنویسا. امروز تکلیف شما برای این پیج چیه؟ یه دونه اسم صحیح برای پیجت انتخاب کنی. 2 یه دونه عکس پروفایل برای حرفه‌ای برای پیجت بگیریم. 3 یه بیوی 3 خطی برای پیجت بذاریم. 4 3 تا هایلایت برای پیجت بذاریم. استوری میذاریم، بعد استوری ها رو میکنه هایلایت. خب راجع به خودت بذار about me day 1 to day 90، 1 تا 90 روز مسیر. خب این کارا رو که انجام بدیم، این دومه. حالا من میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. ببین برادر، اون کسایی که این کارهایی رو که من میگم انجام میدن و این مسیر رو میرن، قطعا که من وقتم از سر راد نیوردم که بگم شما بیا این کارا رو انجام بده و دارم وقت خودم میذارم. محصولی رو به شما میدم که شما رو به عنوان یک فرد وریفای شده، یعنی مورد قبول یک کمپانی ارزشمند خارجی، اسمتون رو میذارم توی وبسایت. یعنی باید تک به تک کارهایی رو که من گفتم انجام بدی، به روزم باید انجام بدی. یعنی اگر تو امروز شروع میکنی، 90 روز دیگه الیجیبل میشی که بیای داخل عضو این تیم بشی. اگر 10 روز دیگه داری این ویدیو رو میبینی، 90 روز بعدش، یعنی باید پست اولت تا پست آخرت 90 روزش بگذره. یعنی نمیتونی یه روز بیای 90 تا پست بذاری، نه، باید روز به روز تمام ویدیوها رو نگاه کنی. داخل هر ویدیو هم یه نکته کلیدی میگم که تو تقلب نکنی، بری همه ویدیوها رو ببینی، ریز به ریز نوت برداری و بنویسیشون.
قبلا می‌خواستم یه نمونه سبک ویدیومو بسازم بذارم تو اینستاگرام، بعد دیدم نه، ما معتادا خیلی کونده هستیم، خیلی چیزا رو یاد نمیگیریم. به یاری خدا ببین، کپی برداری همیشه چیز خوبیه. مثال میگم، چرا الان داخل ایران هر کی بیکار میره یه شرکت داروی ترک گیاهی، داروی نمیدونم فلان چیز میدن؟ به خاطر که مردم دنیا مردم ایران دنبال یه راه حل آسون میگردن برای ترک کردن بدون خماری، بدون درد. خب همین داستان برای یه سری چیزای دیگه هم جواب میده. یعنی اینا نیاز بازار رو پیدا کردن. من نیاز بازار خیلی راحت میدونم چیه. توانایی این که بتونم یه سری کارهایی رو انجام بدم به لطف خدا دارم، به لطف شما. میخوام یه کاری انجام بدم که هر چی میتونم دست بچه معتادایی که تازه ترک کردن، یه موبایل بیشتر ندارن یه موبایل دست دومی دارن، یه موبایل قرضی دارن، بتونن با روزی 2-3 ساعت کار کردن کار خودشون رو انجام بدن. حتی شده بدونم با یه دونه پست. یعنی اون محصولی رو که قرار بیان بخرن، من مجبورشون میکنم که بیان از یکی از شما بخرن. دیگه بستگی به کار خودتون داره. چجوری این محصول، اینو تو ویدیوی بعدی بهت میگم که چجوری من مجبورشون میکنم بیان از شما بخرن. چون اگه بیان برن از مغازه دار بخرن، مثال دارم میگم، باید 10 میلیون بخرن. ولی اگر بیان اسم شما رو بیارن با کد رفرال شما بگن، 8 میلیون میخرن، 2 میلیون تخفیف میگیرن. فهمید چی شد؟ یعنی یه کاری میکنم که طرف نیاد از اون نفر اصلیه که بخره که اون اصله، بیاد از با اسم تو بخره. خب یه برنامه قشنگی رو دارم براش میچینم که یه سود خوشمزه گیر همه بیاد. خب دست خانواده‌هایی که شوهراشون، بچه‌هاشون، یا اصلا دست آدمایی که مصرف کننده بودن قطع کردن، دست به دست هم دیگه بدیم، کمک بکنیم به هم دیگه که اینا بتونن یه نون حلال ببرن سر سفرهشون. دم شما گرم که خودتون رو حمایت میکنید. میتونید این ویدیوها رو شیر کنید برای دوستاتون، کسایی که فکر میکنید بهش این درآمد احتیاج دارن. و لوتیگری کار آخرش، حال میبینید شما امروز میتونید امتحان کنید، میتونید وایسی 90 روز دیگه ببینید محصول میاد یا نه. چیزی که ضرری که نداره برات. دم شما گرم.